سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیو دیگه از چنل یوتیوب من. آقا دوستان، اومدیم با پولدارترین افراد جهان که مثلا در حال حاضر کیا بودن، کیا هستن و کیا از بین رفتن. فقط دوستان تنها نکته که اینه، من ویدیو رو میخوام براتون گرفتمش، من نصف اشخاصشون نمیشناسم، به خاطر اگه اسمشون نبردم و فقط اسم کشور و پرچمشون میخونم براتون با درآمدی که داشته. پس بریم که داشته باشیم. دوستان سلام. نفر اول آلبرت انیشتین بوده با 12 میلیون دلار. نفر دوم لیست ما آقای مستر بیسته با 58 میلیون دلار از سال 1998 بوده تا به امروز و واقعا به نظر من درآمد زیادی داشته، چون تو هر درآمدی بخواد به دلار بازم حساب کنی واقعا زیاده. نفر بعدی لیستمون یک خانم هندیه با حدود 100 میلیون دلار از سال 1973 تا به امروز. بعد شما همون 1 میلیون دلار رو داشته باشید توی آمریکا، خیلیش خیلی 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 چیزیه. بعدش هم آدولف هیتلر با 150 میلیون دلار از سال 1889 تا 1945. نفر بعدی هم یک شخص آمریکاییه با 280 میلیون دلار، خیلی عدد زیادیه، رقمش اصلا نمیشه بشماری، با از سال 1954 تا به امروز. اینا که میگم تا به امروز یعنی هنوز نمردن، کشته نشدن. و آقا کسایی که رونالدو فنن رونالدو رو دوست دارن حتما پایین برامون کامنت کنن. رونالدو هم 500 میلیون تومان 500 میلیون تومان 500 میلیون دلار از 1985 تا به امروز. بعدش هم یه شخص آمریکاییه با 500 میلیون دلار. بعدش هم ملکه الیزابت دوم بود با 530 میلیون دلار. بعدش هم لینیول مسی با 600 میلیون دلار. بعد شاهرخ خانه با 730 میلیون دلار. بعد راک با 800 میلیون دلار. بعدش هم اسمش یادم رفت، یه دونه از این ورزشکارای حرفه‌ای بسکتبال 1 میلیارد دلار. بچه خیلی زیادی عدده که میتونم میگم، واقعا زیاده. بعدی دونالد ترامپ با 3 میلیارد دلار. حاجی پشمام، خیلی زیاده، واقعا زیاده. دوباره بعدش هم یک شخص آمریکایی با 6 میلیارد و نیم دلار. بعدیش هم اگه اشتباه نکنم یک شخص رقمشو نمیشناسم، شبیه تو با 8 میلیارد دلار. بعدش هم با نفر بعدی هم جزو آمریکا از سال 1955 تا 2011 زنده بوده، 10 میلیارد دلار درآمد داشته. نفر بعدی یک شخص چینی از سال 1964 تا به امروز. نفر بعدی هم مارک زکربرگ اگه اشتباه نکنم، اگه درست تلفظ کرده باشم، از سال 1984 تا به امروز. بعدیش هم یک شخص فرانسویه با 66 بیلیون یعنی 66 میلیارد دلار از سال 1953 تا به امروز. واقعا زیاده. این عددی که دارم بهتون میگم واقعا زیاده، واقعا عدد کمی نیست. تو همون 1 بیلیون دلار داشته باشی، 1 میلیارد دلار خیلی اصلا نمیتونی باش چیکار کنی. حتی همون 1 میلیون دلار به دلار اصلا خیلی زیاده. نفر بعدی پوتین با 70 میلیون دلار، 70 میلیارد دلار. بعدش هم یک شخص مکزیکی، فکر کنم رئیس جمهورش شنیدم، که با 79 میلیارد دلار. نفر بعدی یک شخص هندی از سال 1957 تا به امروز با درآمد 90 بیلیون دلار. نفر بعدی هم یک شخص آمریکایی با 94 بیلیون دلار که میشه میلیارد. و نفر بعدی هم بن سلمان رئیس جمهور عربستان از 1370 نوشته بود تا به امروز با 100 میلیارد دلار. نفر بعدی هم بیل گیتس با 103 میلیارد دلار، واقعا زیاده. نفر بعدی یک شخص فرانسوی از 1949 تا به امروز با 150 بیلیون دلار. شخص بعدی هنری فورد اگه فکر نکنم، اگه تلفظش درست نه، از سال 1863 تا 1947 از کشور آمریکا با درآمد 200 میلیارد دلار.
این دو تا کشور رو نمیدونم کشورشون کجایی از پرچمشون نمیشناسم. این یکی 212 میلیارد دلار، این 230 میلیارد دلار. ولی شخص بعدی ایلان ماسک. This is ایلان ماسک. با از سال 1971 تا حدوداً تا الان با درآمد بالای 271 میلیارد دلار. خدا خیلی زیاده، نمیدونم چی با این پولا چیکار میکنن بعضیا. نفر بعدی یه شخص روسیه‌ای دوباره با 300 بیلیون دلار. نفر بعدی هم یک فرد اسپانیاییه با 337 بیلیون دلار. کوروشگری هم داخلشه. کینگ کروس با 345 میلیارد دلار. نفر بعدی هم کوروش کبیره با 350 میلیارد دلار. از سال اینجا زده 530 تا 600. حاجی اینا رو چجوری شمردن اون یارو اصلا؟ چجوری شمردن این پولا رو؟ چجوری شمردن؟ نفر بعدی هم یک شخص آمریکایی با حدوداً درآمد 367 میلیارد دلار. نفر بعدی پادشاه اسپانیا با درآمد 400 بیلیون دلار. واقعا زیاده دوستان، اینا که دارم بهتون میگم واقعا زیاده. من خودم نمی‌تونم بگم چجوریه. بعدی هم این کشور قرمز و نارنجی نمیدونم مال کیه، ولی مال 1280 تا 1137 درکس خوندمش، با درآمد 400 میلیارد دلار. نفر بعدی هم یک شخص آلمانی با 500 میلیارد دلار. نفر بعدی میگه من نمیدونم چیه، با 528 میلیون دلار، ولی مال عربستانه. این یکی کشورم با اینکه نمیدونم باز مال کدوم کشوره، ولی آقا از میلیارد رسیدیم به تریلیارد. پشمام، یعنی واقعا هستن اشخاصی که این همه درآمد داشتن، همه بودجه اینا با این چیکار می‌کردن. یک شخص تو ارتش نازی بوده فکر کنم، پرچم هیتلر. نفر بعدی اکبر پادشاهی بوده به اسم اکبر یک، رو درآمد 21 تریلیارد دلار. نفر بعدی ناپلئون با 27 تریلیارد دلار. ناپلئون چه کسی بوده خبر نداشتیم. آخرین نفرم چنگیز خان مغول با 120 تریلیارد دلار و واقعا عدد زیادی بوده. از سال 1222 اگه اشتباه کنم، و واقعا درآمد خیلی زیادی داشت. چون گوش کنید اگه شما یه دونه از همون 1 میلیون دلارش هم داشتید میتونستید تا 2 نسل خودتون همین کنید. خیلی زیاده. دوستان اگه از این ویدیوها دوست دارید حتما کانال من رو دنبال کنید، لایک رو بزنید، زنگوله رو بزنید، سابسکرایب کنید، چون برای من واقعا این کار ارزش داره. وقتی شما رو 1 ثانیه 2 ثانیه نمیگیره، ولی برای من یه عمر ارزش داره. دوستتون دارم. تا ویدیوی دیگه، خدا حافظ.